آیا کمبود ویتامین دی برای دندانهای ما ضرر دارد یا خیر؟ خب مطالعات زیاد نشان میدهد که کمبود ویتامین دی بخصوص در اطفال اثر منفی بالای تشکیل و هم مدنی شدن مینای دندان میگذارد و همچنین مینای دندان کسی یکی از قوی ترین ماده ها در بدن ما شما محسوب می شود و وظیفه از این نگاه داشتن اعضای داخلی دندان است، یعنی من یک سپر یا هم محافظی عمل می کند که اعضای داخلی دندان را نگاه کند و در تشکیل مینای دندان دو عنصر مهمه که ضروری است یا نیاز است که برای ما یک مینای دندان قویتر، بهتر و خوبتر بسازه. یکی از او کلسیم است و دیگهش هم فسفات که هر دوی از این توسط ویتامین دی تنظیم میشه. پس اگر ویتامین دی ما کم می باشه به این معنی که کلسیم و فسفات به مقدار کافی وجود نداره که یک مینای دندان خوبتر و بهتر را بسازن که در نتیجه مینای دندان ضعیف بار آمده و در آینده دندان زودتر خراب میشه و تخریب میشه.